سلام و رحمت خدا بر شما. عارضم که امروز اومدم در مورد یک غزلی که خیلی غزل معروفی هم هست، یه لقبی به این غزل دادن، میگن که غزل اول مولانا. حالا چرا بهش میگن اولین غزل مولانا؟ اینها القابیه که به محتوای غزل، در واقع اون آخرین غزل رومی رو هم ما 100% مطمئن نیستیم. رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن، این هم نمیتونی مطمئن باشی. حالا چرا به این میگن اولین غزل مولانا؟ چون فکر میکنن مولانا که پیش از شمس شعر آنچنانی نگفته که گفته تک و توک اصلا نیست در دسترس. آنچه که میدانیم بعد از حضور شمس و به یعنی این به قول معروف آتیشی بود که شمس در دامن مولانا انداخت که آخه شعر بگو، و این هم شروع کرد به شعر گفتن. میگن که این اولین بار که شمس رها کرد و رفت، این در فراق شمس این رو سرود. حالا آیا نمیشود این غزل رو به شمس تبیین کرد؟ چرا میشود، اما نکته دارد. بریم با هم بخونیم. غزل بسیار معروفیه. اولین بیتش میگه جانا به غریبستان چندین به چه میمانی، بازا تو از این غربت تا چند پریشانی. همینجا برگردیم. دقیقا وایسین، میخوام برم سراغ یه شاعر دیگه ای، میخوام برم سراغ انوری. بله، سراغ آقای انوری میخوام برم و با هم دیگه یک شعری از ایشون رو بخونیم. چطوره؟ خب، آقای انوری در قرن ششم زندگی میکرده، قبل از مولانا. غزل 173 ایشون رو دارم میخونم. جانا به غریبستان جالب شد نه؟ جانا به غریبستان چندین به نماند کس، بازای که در قربت قدر تو نداند کس. 100 نامه فرستادم یک نامه تو نامد. اونجا مولانا هم خواهد گفت 100 نامه فرستادم، 100 راه نشان دادم. اینم گفته گویی خبر عاشق هرگز نرساند کس، در پیش رخ خوبت خورشید نیفروزد، در پیش سواران خر هرگز بنراند کس. چه قشنگ، به پیش سواران اسب سوار کسی خر سواری که زایه است، بده کلاس کار میاد وای. هر کوزه می وصلت یک جام بیاشامد، تا زنده بود او را هوشیار نخواند کس. خواهیم دید که مولانا از این غزل در غزل خودش استفاده کرد. یعنی چی؟ تقلیده. این حرفا رو در مورد حافظ هم میزنن، نمیدونم از خاقانی از ساوجی تقلید کرده، از اوحدین کرمانی. ببینید این تقلید نیست، تحت تاثیر قرار گرفتنه. مولانا در بسیاری از غزلیاتش تحت تاثیر عطار، تحت تاثیر شعرهای قبل از خودش، تحت تاثیر انوری، تحت تاثیر سنایی و امثال هم قرار گرفته و در همون حال هوا منظور خودش رو بیان کرد. این اصلا کارش تقلیدی است. گرچه در این شعر مولانا بعضی از ابیات عیناً همونه، کلمات همونه، ولی باز بهش نمیگن تقلید. شمس که اومد، خب اذیتش کردن مردم دیگه، خیلی زیاد اذیتش کردن و فلان و این حرفا، و رها کرد و رفت. من گاهی اوقات بچه‌ها میگن اگه بخوایم به موضوع خیلی حقیقی نگاه کنیم، ترسید در واقع. انقدر که تهدیدش کردن، انقدر تو خیابون فوشش پیش دادن، انقدر اذیتش کردن، هم اذیت شد، هم ترسید، هم کلافه شد و رها کرد رفت. اما دلش پیش مولانا بود. مولانا نمیدونست شمس کجاست که بخواد براش نامه بنویسه. من دیدم که یه عزیزی، یه خانومی در اینستاگرام اومده گفته که خیلی اینو چسبونده با ناز و اطوار به داستان این فراق شمس و مولانا و فران شمس رفت. مولانا براش 200 سال نه، مولانا به منتظر بود تا اینکه یک نامه از شمس براش میاد، یک خطی که من در فلانجا هستم و به یاد تو هستم، یعنی که تو هم باید به یاد من باشی، و خیلی عاشق معشوقی. و مولانا تازه فهمید شمس کجاست و نامه فرستاد که مثلا خب با نامم پول فرستاد که برگرد بیا فلا اینا، که حالا شمس نمیاد و پسرش رو میفرستم. اما نکته این غزل در بیت دومش معلوم میشه. گوش کنی، میگه جانا به غریبستان چندین به چه میمانی. از یک غربتی حرف میزنه. پس شمس تمام آثار مولانا، در تمام آثارش، یعنی در تمام جای جای مثنوی، در جای جای دیوان شمس، ما با یک
غمی از غربت طرفیم. مثنوی: بشنوین نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند. کز نیستان تا مرا ببریدن، در نفیرم مرد و زن نالیدن. سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. شرح درد اشتیاق. ببینید در تمام آثار مولانا ما با یک غم غربتی مواجهیم، چون از یک نیستانی بریده شدن. حکایت جدایی از اصله. ما وقتی میریم این رو میخونیم میبینیم که مولانا در تمام آثارش به دنبال اینه که آقا ما انسان ها باید یک کاری بکنیم تا دوباره برگردیم به اونجایی که بودیم، به اون جایگاهی که بهش تعلق داریم. یک رجعت. انا الیه راجعون. مسلمانی است که به این موضوع باور دارد. جاش فقط بگیم شمس رو صحبت میکنه. تأثیر شمس در زندگی مولانا قطعا نه من میتونم ردش کنم، کسی دیگه هیچ کسی نمیتونه ردش کنه، تأثیر گذاره. اما مولانایی که بعد از شمس باقی میمانه داستان دیگری است. پس خیلی این بیرحمی و کم لطفی و بیخردی و بیسوادیه که ما بگیم این غزل رو در فراق شمس به شمس تبیین میشود. چرا؟ بریم جلوتر ببینیم قصه چیه. میگه بازا تو از این غربت تا چند پریشانی، 100 نامه فرستادم، 100 راه نشان دادم، یا راه نمیدانی یا نامه نمیخوانی. اینجاست که من انتظار ندارم یه آدمی که مدعیه فارغ التحصیل ادبیات این بیت رو بگه من نامه فرستادم واسه شمس یا نامه های من نخونده یا نامه رو. کاش در دانشگاه ها به اینا گفته بودن که نامه، قدیم به کتاب میگفتن نامه. شاهنامه یعنی کتاب شاهان، کتاب شاه. 100 نامه فرستادم یعنی 100 تا کتاب فرستادم، 100 تا راه بهت نشون دادم. یا راه رو ندونستی یا کتاب رو نخوندی. چی شد؟ الان فکر کنم دیگه شاخکا زده و خداست. خدا داره با بندش صحبت میکنه. مولانا جز معدود شعراییه که اینقدر این آدم شجاعت و جسارت و قدرتمنده که در آثارش جای آثارش جاهای مختلفی قرار میگیره. اینجا رفتن چه جای خدا داره با بنده خودش حرف میزنن. قیامته. کی میتونه این کارو بکنه؟ خیلی اینش ترسناک و جذابه. میگه خدا داره بهت میگه بابا من 100 تا کتاب برای تو فرستادم، آخه لامصب 100 تا دونه برات پیغمبر فرستادم، تعالیم الهیم رو برات فرستادم. در دفتر ششم براتون میخونم. این میخوام بهتون بگم که در ما هرچی در غزلیات میبینیم در مثنوی یک میگه که در دفتر ششم از بیت 450 حالا در این تصحیح روح او خود از نفوس و از عقول، روح اصول خیش را کرده نکول. میگه روح انسان با اینکه از عالم ارواح مجرده و از عقول نورانیه، ولی اصل خودش رو فراموش کرده. چون ما معتقدیم روح از خداونده. خیلی جالبه، میگه که روح از خداوند در ما دمیده شده، بخشی از خداونده. پس روح حتما میره بهش. نمیتونه کار بد کنه، نمیتونه گناه کنه. میشه چون بخش از خداست. پس اون وقت خدا میتونه گناه کنه؟ پاک و مبراست. جسم میتونه. بین این دو چیه؟ یک جانی قرار داره که اون جان با انفاس مختلف از پایین ترین حد به بالاترین حد باید حرکت کنه. قشنگه. گوش بدید. میگه روح اصل خودش رو فراموش کرد. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصلش. نکول یعنی خودداری کردن. اینجا به معنی فراموش کردنه. خب میگه روح انسانی با هبوط به عالم اجسام اصل مجرد و نورانی خودش رو از یاد برد. یادش رفت که اونجا چی بوده، اومده اینجا و این جسم گاهی اوقات به بازی میگیرتش. از نفوس و از عقول پرصفا، از نفوس و از عقول پرصفا، نامه می آید به جان کی بی وفا.
از اون مرتبه بالای پرصفای ارواح مجرده جایگاه الهی لاهود نامه کتاب داره میاد. بی وفا رفتی و فراموش کردی؟ توی که با ما بودی، رفیق ما بودی، بخشی از ما بودی، همدم ما بودی، تا رفتی در اون جسم فراموش کردی نامه اومده. چی؟ همون کتبیه که خداوند توسط پیامبرانش برای ما ارسال کرده. این منظور آقای مولانا. یارکان 5 روزه یافتی، روز یاران کهن برتافتی. رفتی برای 4-5 روزی برای خودت کوتاهی زندگی در دنیا رو به 5 روز تشبیه کردی. رفتی خود یه رفیار 4-5 روزه پیدا کردی، ما رو فراموش کردی، خیلی بی معرفتی. در دفتر 6 داره میگه ببینید همینه دیگه، میگم وقتی یه کسی تمام مولانا رو نخواند و اینها رو نداند اشتباه تفسیر میکنه. اینجاست که این آدم به تفسیر اومده اشتباه تفسیر کرده و گفته که این داره به شمس میگه. گر نامه نمیخوانی خود نامه تو را خواند، و راه نمیدانی در پنجه رهدان. حالا اینم تعبیر میکنن آره چون پسرش فرستاده و اینا. بابا مولانا هیچ وقت نمیاد به شمس بگه در پنجه رهدان، پسر من رهدانه. یه خورده عجیبه این که مولانا در وسط یه موضوعی که داره میگه یهو میزنه به صحرای کربلا، میره تو دل شمس، بحثی درش نیست. اما میگه حتی اگر که انسان به کتب الهی بی توجه باشه، باز خدا انسان رو به حال خودش نمیگذاره. که اگه بذاره که دیگه خدا نیست، که اون خدایی که ما با اون مقام و عز و جل و اونجور با اون داستان ها تفسیرش میکنیم. گر من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. نشد که این که نمیشه که تو خدایی با اون همه خواص و قوانین و اون داستان ها و اون مرتبه‌ای که این انسان ها در قصه ها برای تو ساختن، بعد تو هم منم نشد که. می خدا میگم تو رو به حال خود وا نمیگذارم، اصلا اینجوری نیست، فکر نکن اصلا. میگه من آیات خودم رو اتفاقا اون نشانه های خودم رو، آیات خودم رو حرف خودم تو قلب تو میذارم. در قرآن در سوره فصلت آیه 41 این رو میگه به زودی نشانه های خودم رو در افقها و دلهاشون میذارم، در دلشون. میگه به دلم افتاده فلان، دیدید؟ میگه ما دلم افتاده، میگه اون خدا انداخت تو دلش تا براشون روشن میشه. این آیه میگه دراشون روشن میشه که اون خود حقه، قرآنه. پس اگر قرآن رو ندانی این تفسیر. حالا پنجه رهدان چیه؟ میگه من رهدانم، خدا میگه من رهدانم. رهدانی زیبنده خداست در نگاه مولانا. میگه در پنجه منی. چیکار میکنم؟ من نمیام مستقیم که مثلا اون را این ورم. یه جا میگه که این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر آمد نهان. خلق را با تو چنین بدخو کند، تا تو را ناچار رو آنسو کند. آنسو یعنی خدا. میگه این ور مثلا میبنده میری میخوری این ور میبنده در بسته میخوری، این آدم رو بعد میفهمی بابا این همش بی خودشه، مستقیم چیزی نگفته، غیر مستقیم تو رو راهنمون کرده. این باور آقای مولاناست. پس رهدان اینجا اون خداست. بله در واقع با امتحانات الهی. بازا که در آن محبس قدر تو نداند کس، با سنگ دلان منشین چون گوهر این کانی. کان یعنی معدن، سنگ. معتقد بودن قدیمی ها که نور خورشید میتابه به سنگ و اون سنگ در دل اون معدن، در دل اون سنگ خب تحت فشار و اون نوری که اون آفتاب کش میخوره میپزه و درخشان میشه. یه فرایند اینجوریش در نظر میگرفت و میشه گوهر. میگه تو گوهر اون معدنی، تو یه گوهری از اون معدنی. باز در مثنوی میگه که این جهان زندان و ما زندانیان. میگه که جهان رو زندان میتونه. در داستان توتی و بازرگان همین رو میگه، توتی از زندان جهان خودش رو آزاد میکنه، از زرق و برق. حالا میگم پس بازا که در آن محبس قدر تو نداند کس، چون خدا معتقد هیچ کس قدر تو رو نمیدونه. قدر معشوق را عاشق میداند. قدر معشوق را عاشق میداند. خیلی زیباست. میگه بایزید گفتش که عمری فکر میکردم من طالبم و او مطلوب، چون به دور رسیدم دم او طالب است و من مطلوب.
رابطه عاشقانه در عرفان مبتنی بر تفکر مولانا این رابطه کاملا دو طرف است. من عاشقتم، تو هم باید عاشقم باشی. من میدونم تو هستی، نوکرت هستم، تو هم حواست به من باشه. رابطه عاشق معشوقی. حالا یه جا گفتم دیگه، این عشق این شکلی شاید یکی از علتهای اصلیش وجود رابعه ادبیه در صدر تصوف اسلامی باشه. حالا شاید از اینجا بعد یکم بیشتر وجه شمس رو به خودش میگیره، ولی باز اون وجه الهی درش کاملا مشهوده، ولی از اینجا بعد رو بیشتر میشود به شمس تبیین کرد. عرض کردم حتی در مثنوی معنوی بارها پیش اومده که مولانا وسط یه چیز داره میگه، پای شمس رو هم وسط میکشه. ای از دل و جان رسته، دست از دل و جان شسته، از دام جهان جسته، بازا که ز بازانی. جان در تعبیر حالا میتونه روح باشه، ولی در بعضی تعبیرها با روح متفاوته. میگه وقتی دست از دل و جان بشویی، یعنی بگذری از همه چیز، میتونی پرواز کنی. مثل این بالون ها که سنگین میشن در اونجا میبرن، زائد و زواید رو نمیبرن، پرواز. چی لازم داره؟ پر عشق. عشق آن چیزی است که با میگه ره آسمان درون است، پر عشق را به جنبان. پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند. دی برای بالا رفتن تو درگیر نردبون نیستی که ها. اما باز میبینیم که این قضیه مثلا در داستان توتی و بازرگان خیلی مشهوده. در یک جایی داره در خانه یک خواجه‌ای زندگی میکنه، آبوتونش به راست، امنیتش به راست، سرماش گرماش همه چی اوکیه، ولی چی میخواد؟ پرواز میخواد، رفتن به سوی اصل خودش رو میخواد حرکت کنه، میخواد بره بالاتر. میگه باید بمیری، باید در اینجا بمیری، مرگ تبدیلی که در نوری روی، نه چنان مرگی که در گوری روی. از این حالت بمیر، بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق شمردید همه روح پذیرید. ببینید همه اینها. اما این داستان در مثنوی باز چیز داره، عطف ماسبق داره. یعنی چی؟ از دام جهان جسته بازا که ز بازانی. در دو داستان مثنوی بازتاب داره. یکی داستان باز و شاه و پیرزنه. پادشاهان باز بر روی ساعدشون میذاشتن، جای باز اون پرنده شکاری بر روی دست پادشاه. یه کلاهی سرش میذاشتن که این نمیدید هیچ جا رو فلان این حرفا، بعد اون کلاه رو برمی داشتن میرفت شکار میکرد. من داستان هایش. حالا یه روزی باز یا دست یه پادشاه پرواز دیگه بر نمیگره، میره میفته توی خونه خرابه یه پیرزن هم اینو میگیره، به خیال خودش خود محبت کنه، میندازه یه گوشه نگرش میداره، بهش آتشقال میده، استخون میده. چرا؟ چون پیرزنه در درجه از آگاهی، در ابعادی از شعور و فهم نیست که قدر این باز رو بدونه. بگم مثل مرغه و باز اونجا شروع میکنه میزنه تو سرش، میگه من قدر ندانستم، جای من اینجا نیست، جای من ساعد اون پادشاه بوده. خیلی زیباست، خیلی زیباست که شاه میرسه و شماتتش میکنه. اینجا شاه اون خداست، باز اون شاه اون اولیاء الله یا اون پیر بزرگ، باز اون سالک گم کرده راهه، یا شاه خداست و باز بنده و انسانی که راه رو گم کرده. خداش میگه که تو جات اینجا نیست. پیرزن و خانه پیرزن نماد جهان و مادیات و درگیری هواهای نفسانی. اما از اینجا قشنگترش یه داستان دیگه است که باز یه باز خیلی زیبایی از دست پرواز در میاد راه رو گم میکنه. ببین گم کرده راه میشه. در این گم کرده راه میرسه به خرابه جغدان که خیلی به ویرانه خودشون، جغدها در منطقه طیر عطار هم همینطوره، جغد به ویرانه خودش دل بسته و حاضر نیست از اون ویران کده بیاد بیرون و بره به جای بهتری. فکر میکنن که این اومده جاشون رو بگیره. او تو اومدی جای منو بگیری؟ حمله میکنن، این پر و بالشو میکنن، اصلا پدرش در میرن. این یه جا میگه بابا من اصلا چشم به خرابه شما ندارم، من تو قصر پادشاه زندگی میکنم. جغدان مسخرش میکنم، میگه که خیشتن مکشید ای جغدان که من نه مقیمم، میروم سوی وطن. این خراب آباد در چشم شماست، ورنه ما را ساعد شاه بازجاست.
برگم بچه خراب مال شما، این دنیای خراب مال تو. از دام جهان جسته دارم شعر مولانا رو میخونم. بازا که ز بازانی. وقتی این باز در داستانهای مثنوی معنوی نمونه داره، چرا ما باید اینا رو همینجوری بچسبونیم به شمس؟ چون نمیدونیم اونجا هست، چون ناآگاهیم، چون نرفتیم مولانا رو بخونیم و نباید هم مولانا حرف بزنیم. هم آبی و هم جویی، هم آب همی جویی، هم شیر و هم آهویی، هم بهتر از ایشان. خب به اینجا داره نماد و وصف شمس رو میکنه. بله اینم تبیین میشه، اما آب نماد عشق الهیه. میگه تشنگان گر آب جویند از جهان. چی گفته بود؟ هم آبی و هم جویی، هم آب همی جویی. در مثنوی میگه تشنگان گر آب جویند از جهان، آب جوید هم به عالم تشنگان. این رابطه عاشق و معشوقی، این نماد عشق الهی، این دو طرف است. چون که عاشق اوست تو خاموش باش، او چو گوشت میکشد تو گوش باش. به به. یه جا در غزل من غلام قمرم میگه که اونجا که عشق میرسه میگه من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ مگوی. نمیخوام این راز فاش بشه، چی فقط سرتو به جنبون بده، این گوش به دست من ببرمت اونجا که باید. وقتی ما این رو در مثنوی میدانیم دیگه درسته زیباست که به شمس هم تعلق بگیره، ولی میفهمیم که داره دوباره از رابطه عشق خداوندی صحبت میکنه. چند است تو تا جان، فاصله تو تا جان من چقدر؟ در قرآن میگه خدا از رگ گردن شما نزدیک‌ترم. تو طرفه تری یا جان، آمیخته‌ای با جان یا پرتو جانانی. تو نور جانانی، جانان خداست، نور جان میتونه به شمس هم باشه اینا. حالا پرتو جانان، باز مراجعه میکنیم به دفتر سوم. میگه قیمت همیان و کیسه از زر است. همیان کیسه قیمتی نداره که، همیان کیسه بود که آویزون میکردن توش پول میریختن. این که چقدر توش پول مهمه، اون قیمت اون کیسه رو تعیین میکنه. 100 سکه طلا توشه، 10 سکه طلا توشه، 20 سکه نقره توشه. قیمت همیان و کیسه از زر است، بیز زر همیان و کیسه ابتر است. همچنان که قدر تن از جان بود. جان اون بخشی که خداوند در ما، قدر جان از پرتو جانان بود. آقا خودش داره تو مثنوی معنوی میگه، خودش بیخود کرده، متوجه نیست. تو اون غزل که داره میگه، اینجا که داره میگه که آمیخته‌ای با جان یا پرتو جانانی، داره شمس رو میگه. غلط کرده مولانا. بابا خودش داره میگه تو دفتر سوم، گر بودی جان زنده بی پرتو کنون، هیچ گفتی کافران را میتون. وقتی که شما میبینید آثارش رو میخونید، اینها رازگشایی میشه. نور قمری در شب، قند و شکری در لب، یا رب چه کسی یا رب اوجوبه ربانی. هر دم ز تو زیب و فر. حالا اینجا رو میشه خیلی بیشتر به شمس تبیین کرد. هر دم ز تو زیب و فر، از ما دل و جان و سر. هر سه جایگاه اصلی، جایگاه روح، عشق و عقل. بازار چنین خوشتر، خوش بدهی و بستانی. یه بازار ترازه یا ترازه. تو هی زیبایی و فر و شکوهتو میدی، ما هی دل میبازیم، عقل و هوشمون میره، آب لب و لوچمون راه میفته. ما یه عاشق نسبت به توی معشوق. چه بازار زیبایی، تو ناز میکنی و ما نیازی. قشنگ نیست؟ از عشق تو جان بردن و از ما چو شکر مردن، زهر از کف تو خوردن سرچشمه حیوانی. یعنی آغاز حیوانی، یعنی آغاز زنده بودن. حیوان یعنی زنده، حیات. عشق تو داره جان ما رو میبرم، دارم میمیرم در عشق، جون به سر شدم از عشقت. ما هم با شیرینی این مرگ رو میپذیریم. چرا؟ چون عین حیاته، چون عین حیاته.
مردن در عشق تو. آیا واقعا مولانا میاد میگه، مولانای مسلمانی که میبینیم با اون تفکر که خدا داره، میگه که شمس من در راه تو بمیرم عین مردن در حیاته؟ نه، نمیگه. فقط با خدا این عشق بازی رو میکنه. عشق تو حیات میده. اونجا که میگه مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دولت عشق خداونده. پس میبینیم که در این غزل آنچه که اتفاق میفته عشق بازی مولانا با خداست که میشود به شمس که براش نمادی از عشق الهی بود در روی زمین صدق میکنه. همونطور که شمس میگه من خدا رو در وجود کیمیا میبینم، مولانا هم یه جایی خدا رو در وجود شمس دیده. بالاتر از اون در وجود حسام الدین چه تعریف ها داره. یک بار غزل رو میخونیم و میریم که باهاش لذت ببریم. جانا به غریبستان چندین به چه میمانی، بازا تو از این غربت تا چند پریشانی. صد نامه فرستادم، صد راه نشان دادم، یا راه نمیدانی یا نامه نمیخوان. گر نامه نمیخوانی خود نامه تو را خواند، گر وز راه نمیدانی در پنجه رهدان. بازا که در آن محبس قدر تو نداند کس، با سنگ دلان منشین چون گوهر این کان. ای از دل و جان رسته، ای از دل و جان رسته، از دست از دل و جان شسته، از دام جهان جسته، بازا که ز بازان. هم آبی و هم جویی، هم آب همی جویی، هم شیر و هم آهوی، هم بهتر از ایشان. چند است تو تا جان، تو طرف تری یا جان، آمیخته ای با جان یا پرتو جانان. نور قمری در شب، قند و شکری در لب، یا رب چه کسی یا رب اعجوبه ربانی. هر دم ز تو زیب و فر، از ما دل و جان و سر. بازار چنین خوشتر، خوش بدهی و بستان. از عشق تو جان بردن و از ما چو شکر مردن. زهر از کف تو خوردن، سرچشمه حیوان. امیدوارم که لذت برده باشید، همواره محقق باشید، نه مقلد و متعصب. شاد و پاینده باشید.